با عرض سلام خدمت همه ایکسیوس سواران عزیز. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشین. دوستان گفته بودن برای منوی مخفی وارد شدن به منوی مخفی و تنظیم کردن اکولایزر داخل منوی مخفی فیلم بفرستین. من بهتون نشون میدم. تنظیمات داخلی رو کلید میکنید، تنظیمات سیستم، تشریف میارید پایین. اینجا نوشته اطلاعات نسخه، وارد میشین، چند بار روی نسخه نرم افزاری میزنید، باز این گزینه ها میاد، باز گزینه اول چند بار روش میزنید، بعد کد 230 728 رو وارد میکنید، تایید میکنید، وارد منوی مخفی میشید. وارد منوی مخفی که شدین، جدول آخری که هست نوشته انهانسی سایری، گزینه بالای انهانس سایری رو شما میزنید، یه منوی دیگه باز میشه، تشریف میارید پایین منو. این قسمت نوشته ساند افکت، میشه تقریبا دو تا مونده به سه تا مونده به آخرین منو، یعنی چهارمین از آخرین گزینه منو میشه. وارد میشین، اینجا تنظیمات اکولایزر رو تنظیم میکنید. هر سری هم که تنظیم کردین، هر گزینه رو که تنظیم کردید اینو میزنید، باز گزینه بعدی، باز اینو میزنید، باز اگه میتونین کامل هم تنظیمش کنید، بعد اینو بزنید که سیو بشه. بعدم که کارتون تمام شد وارد منوهای دیگه نشید، نیاز نیست و خارج بشید. ممنونم، امیدوارم به دردتون بخوره. خداحافظ.